میخوام مراحل زیرسازی رو به ترتیب بهت آموزش بدم. ما برای زیرسازی به 6 تا وسیله نیاز داریم: عقب زن چوبی، سوهان دستی، سرسوهان مانیکور، سرسوهان کاغذی یا سنباده‌ای، براش و قیچی. در مرحله اول با عقب زن چوبی کوتیکول ها رو به سمت عقب هدایت میکنیم. در مرحله دوم با سرسوهان اشکی زیر کوتیکول ها رو خالی میکنیم. ناخن رو به 2 نیمه تقسیم میکنیم. 1 دور از سمت چپ. حواستون باشه که با پهلوی سرسوهان کار کنید و دور موتور رو عوض میکنیم و 1 دور از سمت راست زیر کوتیکول ها رو خالی میکنیم. در مرحله بعدی ما اگر بخوایم کاشت بزنیم ناخن رو باید کوتاه کنیم، ولی اگر بخوایم ترمیم کنیم فقط فرم ناخن رو درست میکنیم. ما الان با سوهان دستی میخوایم فقط فرم ناخن رو درست کنیم. فرم مربع از 2 طرف صافش میکنیم. در مرحله بعدی با سرسوهان کاغذی روی ناخن رو خط و خش ایجاد میکنیم. فقط کافیه که حواستون به فشار دستتون باشه. از یک سمت حرکت میکنیم، اینطوری نمیکشیم. از سمت که میخوایم فقط از یک سمت خط و خش ایجاد میکنیم. از سمت کوتیکول به سمت لبه آزاد و از سمت لبه آزاد به سمت کوتیکول کناره های ناخن رو خط و خش میندازیم. در این مرحله فشار دست خیلی مهمه. در مرحله بعدی با یک براش سطح ناخن رو از پودر خالی میکنیم. این مرحله خیلی مهمه بچه ها. تمام پودرها رو از زیر کوتیکول ها و سطح ناخن بتکونید. در مرحله آخر میتونیم کوتیکول ها رو قیچی کنیم. حالا این چون کوتیکول نداره من قیچیش نمی کنم، ولی روی دست طبیعی میتونید این کار رو انجام بدین.